اونا مرحوم علامه جعفری میگفته که اون موقع جوان بودیم که عکسی خانم معروف عراقی رو آورد گفت اینو میخواهید یا یک لحظه علی را؟ همه گفت اینو میخواهیم. که من گریه کردم گفتم علی رفتم تو حجره سرمو گذاشتم گریه کردم امیرالمومنین خودش آمد امیرالمومنین زیارت کردم. کجاست بادی امن کسی که مسکینه کفن کنید مرا رو به قبله حرمش کفن کنید مرا رو به قبله حرمش نجف چه جای قشنگ